لا اله الا الله باید از قلبت برآید. لا اله الا الله باید از قلبت برآید. از این خاطر کسایی که موسیقی میشنون در آخر عمر در لا اله الا الله گفتنشان بسیار مشکلات پیدا میشه. یک دکتر قلبی میگه ما خود دکتر هستیم، از نگاه طبی میگه پیش ما مریضا را میآوردن. وقتی که یک کسی را میآورد که مثلا تصادم کرده قلب از بین رفته، دکتر خود میفهمه که خلاصی دیگه میموره. میگه ما چی میکردیم؟ بر از این مریض تلقین میکردیم قلبش خلاص است، نابود شده، منتها زنده هست، چشمایش میبینه. برش میگیم بگو لا اله الا الله. میگه یک کسی زیاد موسیقی شنیده، میگیم بگو لا اله الا الله، این دیگه قرار خواندنش شروع کرده. شمالی لالزار باشه بم چی، بگو لا اله الا الله، خواندن این دی میکنه. 30 گناه در موسیقی، 30 گناه، یعنی 30 گناه. کسی که یک پارچه موسیقی را میشنوه در یک گناه یک دفعه لعنت الله سرش نازل میشه، اما در یک پارچه موسیقی 30 مرتبه لعنت الله سرش نازل میشه. و خطرناکترینش این است که در وادی جان کندن. چرا؟ امی چشم و گوش یا که از کلش مثل چشمه هاست، نلاست که کلش انتقال میته معلومات به قلب. وقتی که یک چیزی رو در زبانت زیاد بگویی، اذا تکرر الکلام علی اللسان استقر فی القلب، یک گپ از زیاد میگی. بچه جوان است، میگه بچه جوان موتر زده، قلبش خراب شده، وضعیتش خراب است، وقتی جان کندن است، برش میگیم بگو لا اله الا الله. ای در زندگی خود دشنام زیاد داده، در وادی جان کندنش بگو لا اله الا الله، میگه ای دشنام داده میره که ای بچه فلانی، که ای بر پدرت، که ای به فلانت، که ای فلان. با دشنام میگه فوت کرد. دکتر قلب قسم میگه با دشنام میگه. از این خاطر برای یک جوان مسلمان وظیفهش چی است؟ وقتی که الله را شناخت زبان خدا پاک بسازه. لا اله الا الله. رسول الله صلی الله علیه و میگه که من روزانه 100 مرتبه استغفر الله میگه. تا در قلب تو روزانه 100 مرتبه بگو لا اله الا الله. لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبه رسول الله صلی الله علیه و صبح میگفت و 100 مرتبه شام میگه. سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله. اللهم انی اصبحت اشهدک. سکو رسول الله وقتی که صبح میکنه، پیش از اینکه آفتاب طلوع کنه، به طرف الله دست خدا در مقابل الله میشینه، روش به طرف قبله چی میگه؟ اللهم انی اشهدک، یا الله من تو رو شاهد میگیرم، و اشهد ملائکت و اشهد حملت عرشک، و شاهد میگیرم ملائکه که عرش حمل میکنن، و ملائکتک و تمام ملائکه تو رو یا الله من شاهد میگیرم، و جمیع خلقک و تمام مخلوقات تو را شاهد میگیرم، انک انت الله، یا الله که تو الله هستی. این مناجات کی هست؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ان محمدا، و ما که محمد هستم خودش میگه عبدک و رسولک، ما بنده‌ت هستم و ما رسولت هستم.